اینه خوب دقت کنید ملت. این گپی من نیست، این ای گپای خودش میگن که کاوگای دهنی خودش تیر میخوره. اینه که رحمان فکر من نیست. لوبا قانوندان بره بپرسه. مرحمت برم. تاجیکستان کردیم. در مورد یکم این حجت تقدیساس ساخت دولتداری نوی تاجیکان معین کرده شد و تاجیکستان با اراده مردم دولت صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه اعلام گردید. در کنستیتوسیا آمده است، خود مردم قبول کرده است که همین ماده کنستیتوسیا را نه یگان احزاب سیاسی، نه یگان سازمانی جمعیتی، نه یک پارلمان، نه حکومت کسی دیگر کردن نمیتواند. همین راکش مفهمیده. یگان کس اینا دیگر کردن نمیتونه. او تو گرفتی فرخکش کرده کو؟ نه یگان حزب سیاسی، نه یگان کس این رو دیگر کردن نمیتواند. گرفتی قانون پیشوی ملت ابرو وردی، نی پریکس نوی نی خط ابرو وردی. هر کس آزاده و هیچ کس دختر و پسرها و دامادهای بشمور پیشوا را حق ندارن که بقپن. حسابهای پیشوی ملت را حق ندارن که بقپن. یک ماده دیگه درو وردی تشکیل کردی، در اوجا پیش کردی و پیشوی ملت و تو چو دروغ میگو سرخ نمیشه خونه سوخته؟ با خود این دروغ میگه که سرخ نمیشه و خودش. سرقانون فهمیدیم که گرفتن در یک وقت او را برای پرسی موندستش که مردم در تاجیکستان نبودن، در حالت جنگی بوده است. 1 میلیون آواز دهنده و چند میلیون دیگه در درون آواز هم دادگی نیست. دروغه. فهمیده انتخابات شدگیش هم سال 95 دروغ بود، هیچ کسی را آواز دادگی نیست. درست عبدالله جان رو گذشتگی تمامی ملت میدونم. مردم زنگ زدگن، گریه کردگن که خدا ما را ببخشه، با آوازچی را گرفتگی، بلوتینی را بردگی در چی کردگیم، چی ای دشنبه، چی ای خوجندش، چی ای منطقه‌های دیگرش همی کارا زنگ زدگی آوازشون هستن در پیشم. بچم آواز مذهب است که در پیش خدا من تازه برام، من هم طریق کار کردگیم، به همه مردم طرفدار عبدالله جان رو بودن، من هم کار انجام دادم. یعنی که این چیزایی که دما همچون فکت تاریخی جمع شدگن، اینا جای خودش با زبان خودش رحمان اعتراف داره که 1 میلیون گریزه شید. بعد 1 میلیون گریزه ای گرفت چی کرد؟ یعنی که رفرندوم کرد، در رفرندوم هیچ که اشتراک نکرد. خب توکلش به خدا همون تا دروغ را پرزیدنت اعلان کرد خودش، معظم آواز دهنده نبودن، دروغ را پرزیدنت قانونی نیست. بعد از اون آمد گفت هیچ کس این قانون عوض کردن نمیتونه، نه اشخاص، نه احزاب، نه یگان کس دیگه او را عوض کردن نمیتونه. ایسرش مونده مردم بشنون بدونن ایش دروغگویی دیونه را. نه یگان احزاب سیاسی، نه یگان سازمانی جمعیتی، نه یک پارلمان، نه حکومت کسی دیگر کردن نمیتواند. در زمینه فهمیده؟ یعنی که هیچ که دیگهش که نمیتونه، که رحمان رو بتونه. این نه سازمان جمعیتی ایش کم با ای با پدر 7 دخترشان 1000 داماده اینا میتونهش کرده ای کورا. یعنی شما انسان نیسته، یگان کس نمیتونه ای کورا کرده غیر من. کرده است که خودشو خواهی میگه هیچ کس کرده نمیتونه. زن چه تو انسان نیستی، تو مافوق البشری، تو کردیش، تو مافوق البشری. تو نه جمعیت باشی، نه سازمان باشی، نه حزب باشی، نه پارلمان باشی، انسان یگان کس نباشی، تو هیچ کس نمیتونه یگان کار کنه. تو کردیش که خواهی، تو مافوق البشری. باور کنی من نمیدونم این آدم فهمیده این دیونه میگم تو دیونه میگن این آدم هوشیاره. نمی کجا نمی آدم هوشیاره به این گپو میدادگیش. آدمای می نوشتگیش همیشه توپای کردگن، احمقش کردگن.